یو گایز بچه چطوری؟ مثل فانک هستم و خیلی 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 خوش اومدی بچه به این ویدیو. این ویدیو سعی کن نخندی. بله بچه، اما با مجازات برای خودم. آره چند تا ویدیو هست مجازاتش. رفتم عرق نعنا گرفتم. عرق نعنا 2 آتیشه، یه قدرش میخورم ناکن، خیلی تلخه، خیلی بده، خیلی تلخه و میخورم و دیگه که مجازاتی به نوع این بشه. آره خب بچه ها لطفاً این ویدیو لایک، کامنت و ساب کنید چون خیلی به من کمک میکنه و خیلی بهم انرژی میده. مرسی بابت انرژی که میخواهید بدید و همین دیگه، چیز دیگه ای ندارم بگم. آره. خب میریم سراغ اولین ویدیو. تنها یک چیز را از تو بیشتر دوست دارم، این که تو را دوست دارم. شما استاد بزرگ زبان روان فارسی هستی. به قرآن مجید زبان مادری منم فارسیه. یک کلمه حرفاتو نمیفهمم چی میگی. خب منطقی گفت دیگه. نگاه کنید، اولین باریه که با ویدیوی نیما نخندیدم و خیلی خوشحالم. آره من کلن با ویدیوی نیما قهقه میزنم. اولین باریه که با ویدیوش نخندیدم. خیلی خودم کنترل کردم، نه که بد باشه، عالیه، بهترین. اما این خنده صدا بودنه. اما اینو خیلی شانس آوردم. میریم سراغ بعدیش. داداش یه دیوونه ندید افتاده تو پارک یه روپوش سفید پوشیده. بابا یه پسر الان میگفت هر کیو میبینه میگه یا باید برقصی یا دندونتو با هم بردستی میکشم فلان. نه این دور اطراف باشه، باز حواستون باشه این دور اطراف بکنن. ای بچه جا نشستی؟ جا؟ بچه جا نشستی؟ باشو بینم اجازه نگرفتیم؟ اجازه نگرفتیم؟ حرف بزن دهنتو باز کن بینم، دهنتو باز کن بینم، یه جلا باز کن، دهنتو باز خرابه بکشم برقص 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 چرا برقص؟ برقص رفتم بزن ببین همین دهنتو باز میشم برقص برقص. آها چه قیری میده. قشنگ برقص. عطمه برو بشین برو بشین. این تربیت ها خدایی دانشنگم. خب متاسفانه خندیدیم. مجازات. خب اولیش بود درست. آدم با اولین ها همیشه شروع میکنه. بله لیوان و عرق زیاد پر نمیکنم، زیاد پر نمیکنم. آره اینقدرشو پر کردم. یوتیوب دیسیز عرق نعنا. آره عرق سگینه. خب
اصلا همه این ویدیوها حالت مربع شکلشه. وقتی که اینو خوردم شد مستطیل. به جون خودم قسم، اگه داشتم فیلم از صفحه میگرفتم میذاشتم براتون. قشنگ مستطیل شد. حالا من باید ببینم یا نه؟ جانش دانش سرویس پشمو آجی، چه ایده قشنگی داشته. فقط یه سوال دیگه، اون ظرف صاف نمیشه؟ یعنی مثل روز اولش نمیشه 100%، چون وقتی که اینا خم کنی دوباره آره گیر و دار داره. یه اون رد خم شدگی که اول تو اینجا تیر زدی توش هست. سعی زدم من. حالا خوشحال نباش که یه هوشمند بازی در باری، نه الان تیر زدی توش، دقیقا یه تیر خالص زدی. ببخشید فهمیدونم تا رسیدم خونه خوابم بود. تا رسیدی خونه خوابت بود. خیلی جالب بود. نه خنده داره اون چنانی نبود، نه خنده داره زیاد نبودم، ولی آره تا رسید خونه خوابش بود. نه خدا جواب منطقی داشت. بله خب سلام به بهترین زن دنیا. خدا به من زن نداده، فرشته داده. فرشته بابا خبریه؟ عمت زنگ زده امشب شام میخوام بیان خونه من. قربونت برم، چیزی لازم داری؟ ای فدای تو بشم من. نیومدن که. وقتی برسن زنگو میزنم میام بالا دیگه. تو حرف نزن. آدم باید جلوی مهمون در بیاد. مهمون چراغ خونه است. آدم هیچ چی دیگه نمیتونه بخره. خیلی گرونیه. مرغ چقدر گرون شده. برنج. بابا برای چی خوابیدی؟ داینه 10 دقیقه دیگه میرسن. بلند لباستو عوض کن. حرف نزن، سرم درد میکنه. اون چراغم خاموش کن. به شدت آخر کار عین مأمور اداره برق همشو خاموش شد. هی خدایا خودت کمک کن. And that's how you successfully... Our largest client is now in a bulk phase. Let's begin. Perfect. And that's how you successfully... And that's how you successfully make a bulking ball. حال منو هم زدی. حالم بد شد. این چه کثافت کاریه. خب با گاو، این گاو شورش بیشتر تو. لحظه که داشت میخورد فکر نمی‌کردم بخوره. اوی امیر حسین آب نخور. بشین خب نشسته آب بخور. اینو کجا دیدی؟ مامان این اینستاگرام گفته سنگ کلیه میگیری. سیستم اینستاگرامیه. اوه اولا که تو نشکن پارکی
پارکینسون میگیری. ایستادا جور میشم. بابا اینستاگرام مادر رو یکی پاک کنه دیگه. مثل چای داغ نخور، تو این اینستاگرام دیدم معدت رو سوراخ میکنه. موتور کی باز؟ حواسم نبود موتور که هیچیمون نمیشه بابا. 70 سنه چای داغ میخوریم. امیر حسین بابا این اینستاگرام نوشته بعد از اینکه غذا خوردی نخور، واسه زنای حامله خوب نیست. اینستاگرام مادر رو پاک کنید، قطع کنید. آخرش داشتم خندم میگرفت. واو، این هم یکی از یوتیوبرم موردی علاقم. پاشو تازه تا روز بود به دنیا اومده بودی. الان چندین ساله که اینا دارن ما رو اینجوری میکشن، ما رو از روی مرباهاشون کیش کیش میکنن، فکر میکنن ما بهشون نیاز داریم. دیروز حدود 380 تا پسرمون مرد، ولی دیگه بسته، ما به این کشت و کشتار پایان میدیم. فیفا فلاش همشونو کشت. وای الان دوره خندم نه. آره متاسفانه نشستم به در نگاه میکنم دیگه. حرفی که داریم تا تهش با میستم. متاسفانه یکم از حد معمول زیادتر شد. آره خدایا خودت کمک کن. بچه ها لایک کنید زنده بمونم. بوش میزنه چش آدم رو میسوزونه. حالم خراب. میریم سراغ بعدی. این ویدیو تموم شه. بله آخرین ویدیو تمام میشه الان. آخرین ویدیو بذار ببینم چیه. نگاه لباسا وسط خونه، لباساشون هم جمع نمی‌کنه. بچه‌ها میخوام ماشین لباسشویی روشن کنم، لباسا رو بشورم. پاشید لباس چرکاتون رو بدید ها. تا چند روز ماشین لباسشویی خبری نیست، روشن نمی‌کنم ها. داداشم این نخندم. چرا خندم؟ ولی توش نبود. نمیدونم دوباره مثل اون وقت کم بیریزم. یه چی رفت تو چشم لامستم. نگران نباشین الان معجونه طبیعی الگمنا خوبش میکنه. هی خدایا خوب شد آخرین ویدیو. منم 3-4 تا ویدیو خندم. نه نمیدونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا خودت کمک کن. با اینکه کم بود ولی خیلی درک و هضمش برای من مشکل بود. آره خب بچه ها اینم از این ویدیو. مرسی که تا تهش موندید. مرسی
بچه ها لطفا دوباره میگم لایک کنید، هم چک کنید که لایکاتون نرفته باشه اگه تا اینجا هستید، اگه هم نیستید که نمیفهمید. دمتون گرم، امیدوارم که هر چی میخواید توی زندگیتون برسید. گودبای.